سلام. حدس بزنین کجایی؟ حدس بزنین دیگه. مشخصه آیا؟ تقریبا نزدیکای قلعه، یعنی نزدیکش کنم خود قلعه ناپلئونی با افتخار. و اکنون داریم میریم بریم که ببینیم میتونیم یه تیکتی بگیریم بریم داخلش یا نه. اینم فضای بیرونیه. میریم از اون طرف هم بهتون نشون میدم. خب بچه ها متاسفانه قبول نکرد. اصلا بیام بیرون. متاسفانه قبول نکردن و ولاگ ما همینجا به پایان میرسه. خدا نگهدار. شوخی کردم. بچه ها تیکت گرفتم. اینجا خداییش خوبیش اینه که برای دانشجوها تقریبا همه چی کنن. تقریبا تا الان بخوام آنستلی بگم 80% هر جایی که رفتم که قطویت بوده، مثلا جای ایستوریک که قطویت بوده یعنی رایگان بوده. این هم یه تیکت برای قصر حاج آقا ناپلئون و بریم که چه بادی اومد و بریم که ببینیم مرحوم ناپلئون بناپارت که بود و چه کرد. Bonjour monsieur. Voilà. Bonjour, merci. Merci, au revoir. بله. الان وارد. واو. S'il vous plaît, regardez la... Bonjour. احتمالا اینجا این برای دوستایی که انگلیسی میخونن، این برای کسایی که مسلط به زبان شیرین فرانسه و اینم از این. هر چیزی که مربوط به تاریخ باشه رو واقعا با جون و دلم دوست دارم و اینجا رو ببینید.
حدس بزن. این چیه؟ خودش. خب بچه های عزیز توی خونه، امیدوارم از این ولاگ لذت برده باشین. این هم از نمای بیرونی قصر با چیزایی که دور برش میبینیم و من که لذت بردم. واقعا زیبا و جذاب بود برای کسی که اهل هنر و این حرفان. قطعا یه شاهکار هنریه که میتونن ازش خیلی یاد بگیرن. برای من زیبا و جذابیت خودشو داشت. خب میبوسمتون و شما را خدا رو به شما بزرگ میسپارم. تا بعد.